وقتی من براتون میگم کسی که ایمان ندارد، حیا ندارد، جوان عزیز تو خوب این سخن مرا امروز میفهمی. کلی جوانان میدانن کنهای بی حیا شدن چه کار امروز میکنن. امروز چه سنگهایی که از طرف جوان مسلمان و خواهر مسلمان به اسلام زده نمیشود. وقتی حیا رفت ایمان میرود، وقتی ایمان رفت حیا میرود. چه حرکات از خود نشان میدهند. ما چرا از خدا بترسم؟ خدا مگر کدام حیولاست؟ خدا کدام چیزی وحشتناک است؟ الله در قرآن میگه فلا تخافوهم وخافونی. ای مسلمان از من بترس. فلا تخشوا الناس واخشونی. ای مسلمان از من بترس. ولم یخش الا الله. وقتی میریم در صفحات تیک تاک و اینستاگرام خواهر مسلمان خود را لایک میکنیم، خواهر مسلمان خود را که بی حیا و بی حجاب از قلب برش میگذاره. اونهایی که بی حیا شدن امروز آیا به خدا